زمین زمین خداست، آسمان آسمان خداست. تو هم بنده خدا هستی. اگر میخوای گناه بکنید برو تو زمینی که ملک خدا نباشد، برو زیر آسمانی که آسمان خدا نباشد، اونجا گناه بکن. در مملکت خدا حق ندارید گناه بکنید. تو بنده خدا هستی. در مملکت خدا حق ندارید گناه بکنید. درست زمین صبوره ولی یه روز انتقامشو از تو میگیره. خداوند درباره قارون میگه فخسفنا به و بداره الارض. یکی از عذابهای خداوند خسفه با سین. یکی از عذابهای خداوند خسفه با پرتاب. بر قوم لوط سنگریزه ها پرتاب شد چون طهارت و عفت و کنار گذاشته بودن. بر قارون خداوند خسف کرد، زمین و زیر پاش باز کرد و زیر پای قصرش باز کرد و زیر پای خزانه هاش باز کرد و بلعیدش و بعد به هم آمد به امر خدا. فخسفنا به و بداره الارض. هم خودش هم خانهش رو چه؟ زمین بلعید و بعد به هم آمد.